سلام دوستان، ارادتمند به کاملترین دوره فتوشاپ فارسی زبان کشور توی پلتفرم یوتیوب خوش اومدید. میدونستیم ما 7 روش سلکت توی نرم افزار فتوشاپ داریم که میتونیم از اونها برای انتخاب دقیق تر سوژه‌مون، بک‌گراندمون، المانمون، پارامترمون استفاده بکنیم. در واقع تو این قسمت قراره که بگیم سلکت چیه، از کجا اومده، برای چی استفاده میشه، کجا میتونیم ازش استفاده بکنیم، چه فایده‌ای داره به صورت کلی. سلکت یکی از اصلی ترین ستون‌های نرم افزار فتوشاپه که قراره تو این قسمت خیلی کامل با هم دیگه بررسی کنیم. خوب دقت کن، اگه آماتوری، صفری، زیر صفری یا حرفه‌ای هستی این ویدیو کاملا میتونه به دردت بخوره. پس مو به مو، ثانیه به ثانیه ویدیو رو نگاه کن، نکته‌ای رو از دست ندی. خیلی خوب، پرحرفی نمی‌کنم، میریم برای قسمت 16 از مجموعه آموزشی بی‌نظیر 0 تا 100 نرم افزار فتوشاپ و در واقع قسمت اول از محتوای سریالی سلکت توی نرم افزار فتوشاپ. اگه آماده‌ای برو بریم. خیلی خوب، میریم سراغ مبحث اصلی، یعنی همون سلکت یا انتخاب. میخوام ببینیم که اصلا این سلکت دوستان چیه، چه ماهیتی داره، اصلا معنی و مفهومش چیه، چه کاربردی برای ما داره و چه جاهایی میتونیم ازش استفاده بکنیم. قبل از اینکه ما به این نکته بپردازیم باید خدمتتون عرض بکنم که ببینید دوستان، ما به صورت کلی توی فتوشاپ دو نوع سلکت داریم، دو نوع انتخاب داریم. خب یکی انتخاب لایه از پنل لایه ها هست که میتونیم لایه‌هامون رو با کلیک روی موس انتخاب بکنیم و نوع دوم چیه؟ و نوع دوم سلکت یا انتخاب ناحیه یا قسمتی از لایه مورد نظر که داریم باش کار میکنیم یا سند مورد نظرمون هست، که در این بخش میخوایم به همین نوع سلکت، یعنی سلکت یا انتخاب ناحیه یا قسمتی از لایه یا سند بپردازیم. خب دوستان، ماهیت سلکت چیه؟ برای چی استفاده میشه؟ به چه دردی میخوره؟ در چه مواقعی میتونیم ازش استفاده بکنیم؟ اگر من بخوام دوستان سلکت رو براتون توی یک خط تعریف کنم، باید بگم سلکت ابزاری هست که برای انتخاب یک ناحیه و اعمال یک سری عملیات ها روی اون ناحیه‌ای که انتخاب شده مورد استفاده قرار میگیره. حالا این عملیات ها میتونه شامل دوربری کردن تصاویر، کپی کردن یا برداشتن یک المان خاص از تصویر و استفاده از اون در تصاویر دیگه باشه، یا میتونه مثلا این عملیات مربوط به اصلاح رنگ و نور و سایه بر روی یک قسمت خاص یا روتوش جای خاص تصویر باشه. ما میایم یک قسمت خاصی از تصویرمون رو انتخاب میکنیم و عملیات روتوش یا اصلاح رنگ و نور و سایه رو بر روی اون انجام میدیم. یا سلکت ما میتونه به منظور تنظیم و چیدمان عناصر بر اساس ناحیه انتخابی انجام بشه. اگر یادتون باشه من توی بخش دوم قسمت ششم آموزشی، یعنی همین قسمت، اومدم چیکار کردم؟ ابزار موو رو توضیح دادم، ابزار حرکت رو، و توی پارت دومش دقیقاً اومدم یک تمرین کاربردی براتون رونمایی کردم، براتون اوکی کردم که دقیقاً ما از سلکت، که خیلی ساده البته و مختصر در مورد سلکت اونجا توضیح دادیم، اصلا میشه بگید توضیح خاصی هم ندادیم در مورد سلکت، ولی ما اومدیم از این کاربرد استفاده کردیم و عناصرمون رو بر اساس ناحیه انتخابی چیدمان کردیم و خیلی منظم و مرتب اون رو درآوردیم. پس این کلیات عملیات هایی بود که ما میتونستیم با سلکت انجام بدیم. در واقع سلکت بچه‌ها میاد چیکار میکنه؟ کار ما رو انعطاف پذیرتر میکنه و باعث میشه که ما بتونیم بر روی قسمت خاص فوکوس کنیم، متمرکز بشیم و اون قسمت خاص رو دوربری کنیم، کپی کنیم، اصلاح رنگ و نورش بکنیم یا عناصر رو بر اساس اون قسمت خاص چیدمان بکنیم، که به تمامی این مباحث به صورت خیلی مفصل خواهیم پرداخت. به صورت کلی دوستان، ما در رابطه با سلکت با دو تا موضوع مهم و کلیدی روبرو هستیم: قبل از سلکت و بعد از سلکت. حالا این قبل و بعد سلکت یعنی چی؟ یعنی اینکه ما وقتی میگیم قبل سلکت یعنی ما هنوز سلکتی رو انجام ندادیم، و بعد از سلکت یعنی چی؟ یعنی که ما یه سلکتی رو انجام دادیم. در رابطه با مرحله قبل از سلکت در واقع به صورت کلی و جامع ما 7 تا روش رو برای سلکت میتونیم داخل نرم افزار فتوشاپ داشته باشیم. روش اول سلکت که استفاده از تولبار هست، ابزارهایی که داخل تولبار تعبیه شده. ببینید این نوار ابزار و تولبار ماست که یک سری ابزار برای سلکت اینجا تعبیه شده، میتونیم از اونها جهت سلکت استفاده بکنیم. که وقتی که ما از این روش استفاده میکنیم برای سلکت، 11 تا ابزار داریم برای انجام این کار، که از این 11 تا ابزار 9 تا ابزار اصلی داریم و 2 تا ابزار فرعی داریم که همگی هم داخل این تولبار قرار دارن. منظور من دوستان از ابزار اصلی و فرعی چیه؟ ابزارهای اصلی ابزارهایی هستن که دقیقاً طراحی شدن برای کار سلکت یا انتخاب، یعنی کار دیگه جز سلکت و انتخاب نمیتونن برای ما انجام بدن. ولی ابزارهای فرعی ابزارهایی هستند که میتونن در کنار کار اصلیشون کار سلکت رو هم برای ما انجام بدن. ببینید بچه‌ها، اگر ما رجوع بکنیم به نوار ابزارمون، تولبارمون، اینجا ما اولین بخش ابزار سلکت رو داریم که خودش به 4 تا ابزار در زیر مجموعه تقسیم میشه که اینجا رو ما میتونیم ملاحظه بکنیم که به ترتیب رکتانگولار مارکی تول، الیپتیکال مارکی تول، سینگل رو مارکی تول و سینگل کالم مارکی تول نامیده میشن که هر کدام یک کاری رو برای ما انجام میدن. به اینها خواهیم رسید و به صورت کامل اونها رو بررسی خواهیم کرد.
پس 4 تا ابزار رو ما اینجا داریم ملاحظه میکنیم. دومین مورد که ابزارهایی هست برای سلکت باز هم و جزء ابزارهای اصلی سلکت به حساب میاد که اگر کلیک راست بکنیم روش میبینیم که 3 تا ابزار دیگه ما اینجا داریم: لاسو تول، پلیگونال لاسو تول و مگنتیک لاسو تول. این 3 تا هم ابزار خیلی مهم و کاربردی ابزار سلکت هستن که فقط میتونن کار سلکت رو برای تو با توجه حالا به تنظیمات و استانداردهایی که دارن برات انجام بدن. و سومین مورد ابزارهای سلکت هم اینجا مشاهده میشه که اگر روش کلیک راست بکنید 2 تا ابزار رو اینجا داریم ملاحظه میکنیم: کویک سلکشن تول و ماجیک وند تول، که این ماجیک ونده معروف به عصای جادویی یا همون عصای هری پاتر که خب مشخصه خیلی خوبی هست برای اینکه ما کاربردش هم دقیقاً بدونیم چجوریه، با چه الگوریتمی این عمل میکنه. خیلی خوب. این 3 مورد کلا که اینجا ملاحظه می‌کنیم ابزارهای اصلی سلکت ما هستن که کلا 9 تا ابزار هست. همونطور که می‌بینید 4 تا ابزار اینجا هست، 3 تا اینجا و 2 تا هم اینجا، سرجم میشه 9 تا ابزار. و همچنین 2 تا دیگه ابزار هم داریم که برای سلکت هم استفاده میشن چون ابزار فرعی هستن و مخصوص سلکت طراحی نشدن و میتونن به عنوان سلکت هم استفاده بشن، که یکی از اون ابزارها ابزار پن تول هست، ابزار قدرتمند پن تول، و ابزار دوم هم ابزار تایپ تول هست که ورتیکال تایپ ماسک تول و هوریزونتال تایپ ماسک تول هست که خب برای ما سلکت رو میتونه به راحتی انجام بده. توی روش دوم که فتوشاپ برای ما قرار داده، ما میتونیم سلکت رو از طریق یه سری کلیدهای میانبر انجام بدیم، مثلا کلید کنترل آ که میاد کل ناحیه رو برات سلکت میکنه، یا کلید کنترل به علاوه کلیک روی لایه که میاد لایه مورد نظر رو شناسایی میکنه و چارچوب لایه رو برات انتخاب میکنه. به اینها بچه‌ها خواهیم رسید و به صورت مفصل و پروژه محور در موردش توضیح خواهیم داد. روش سوم استفاده از ابزار قدرتمند کالر رنج هست که در پنجره سلکت و کالر رنج میتونیم بهش دسترسی داشته باشیم. اجازه بدید من یه سند بسازم. زمانی که روی سلکت و کالر رنج کلیک میکنیم یه پنجره برای ما باز میشه که در موردش خیلی مفصل در بخش‌های پیش رو توضیح خواهیم داد که میاد بر اساس حالا یه سری پارامترها و استانداردهایی که خودش داره یه سلکت تر و تمیز برای ما انجام میده. این هم از روش سوم که فتوشاپ برای ما قرار داده برای سلکت حرفه‌ای و ایدئال از روی تصویرمون. روش چهارم سلکت استفاده از کانال های رنگی ماست، رد و گرین و بلو، که ما میتونیم به وسیله این کانال های رنگی ببینید یه سلکت خوبی رو انجام بدیم که ترکیبی از کانال های رنگی و کلیدهای میانبر هست. به این هم میرسیم. توی روش پنجم ما میتونیم از گزینه‌های فوکوس آریا برای سلکتمون استفاده بکنیم که همونطور که میبینید اینجا قابل دسترسی هست، فوکوس آریا. توی روش ششم هم استفاده از سابجکت برای سلکتمون هست و در روش آخر هم ما میتونیم از پنجره ایمیج و گزینه کلکولیشنز به سلکتمون دسترسی داشته باشیم. در واقع اینها سلکت تکنیکال هستن و میتونن خیلی حرفه‌ای و دقیق برای شما یک سلکتی رو انجام بدن در کنار حالا کارهایی که خودشون برای ما انجام میدن. مثلا کلکولیشن یکی از پنجره‌هایی هست که در کنار کار اصلیش میتونه سلکت هم برای ما انجام بده، یعنی یک پنجره فرعی به حساب میاد، اصلی و مختص سلکت به حساب نمیاد. این گزینه‌های آخر مثلا کلکولیشن و استفاده از کانال‌های رنگی، اینها در واقع و حتی تکنیک اپلای ایمیج که یادم رفت بهتون بگم، تکنیک اپلای ایمیج، اینها در واقع تکنیک هستن و میتونن توی سلکت بهتر ما رو کمک بکنن و خب قطعا این ابزارها صرفا برای سلکت تولید نشدن. به تمامی اینها خواهیم پرداخت بچه‌ها، پروژه محور و خیلی عالی تمام اینها رو توضیح خواهیم داد توی بخش‌های پیش رو. حالا مباحثی که مورد بررسی قرار دادیم به صورت خلاصه وار مباحثی بودند که قبل سلکت، یعنی به مرحله قبل سلکت مربوط می‌شدن. در رابطه با مرحله بعد از سلکت در واقع به صورت کلی و جامع ما با یک سری مفاهیم و عملیات‌ها مواجه هستیم. یعنی زمانی که برای مثال ما یک سلکتی رو انجام میدیم، حالا که سلکت انجام شده یه سری مفاهیم و عملیات‌ها هستن که بعد از این قضیه انجام میشن. مثلا یکی از مفاهیم مفهوم فدر یا همون ماد شدگی، استایل، ترانسفورم کردن سلکت ها، یعنی زمانی که ما یک سلکتی رو انجام میدیم بتونیم دقیقاً مثل ابزار موو که توی بخش دوم قسمت ششم آموزش به شما درس دادم میتونیم اون رو ترانسفورم بکنیم. مودیفای کردن اون، کویک ماسک کردن اون، ماسک آپشن و سلکت ان ماسک، اینها تماما مفاهیمی بودن که توی این بخش آموزشی مورد بررسی قرار میگیرن. و همچنین عملیات هایی که بعد از سلکت روی خود سلکت انجام میشه، کلیدهای میانبری که بعد از سلکت مورد استفاده قرار میگیرن، اینها رو همگی مورد بررسی قرار خواهیم داد. عملیات اینورت، ریسلکت، گرو، ریویل و ذخیره سازی ناحیه انتخابی و بارگذاری اون، اینها از عملیات هایی هستن که خیلی مهم و
کلیدی هستن و تماما مورد بررسی قرار خواهند گرفت. خیلی خوب دوستان، بخش اول در واقع کلیاتی بود در مورد مباحث و مطالبی که قرار در آینده یاد بگیرید. خسته نباشید از اینکه با ما همراه بودید، سپاسگزاریم. با ما همراه باشید تا بخش بعد.